خیر باشه خانم آقا، کجا میریم؟ را بیفت تو ماشین بهت میگم. این دختره بود دکتره. میریم خونه اون. بی سر و صدا دختره رو ور میداریم و میاریمش خونه. رو چشم خانم آقا. پسرمو صبح عالیتون متعالی. صبح ندیدمت، زود رفته بودی. چه خبر؟ خوبی؟ آره خوبم، فعلا خدافظ. پسرمو این عروسی بهت ساخته ها. اینجا سر نمیزدی؟ اول صبحی میای سر کار. من بعد اینطوریه، وقتی میدون خالی میذاری هر پشه و مگسی میاد وز وز میکنه. گفتم که این عروسی مروسی تموم بشه یه سمکشی حسابی میکنم، از ریشه حلش میکنم. پسرمو اینجوری که حرف میزنی یواش یواش بهم بر میخوره ها. برو وقتمو نگیر، کار دارم. یه وقتی باید بشینم باهات مثل بچه آدم حرف بزنم. یا آدم میشی یا حقت هرچی هست حساب میکنم بهت میدم، بعدش میری پی کارت. حق من قیمت نداره آقا. یه چیزی بهت بگم پسرم، باید حواست به قدمی که بر میداری یا جایی که میری باشه، وگرنه واسه نجاتت خاطر زن و پسرتم کافی نیست. چه عجب مادر جون، حتما باید اونقدر معطلم کنین که وسط کوچه زیر پام علف سبز بشه. باشه بابا، اومدم دیگه. اون آبو که آوردم واسط خوردی؟ آره مادر جون خوردم، ممنون، واقعا به دردم خورد. قدیر دیشب اومد گفت من دجله رو میخوام عقد کنم، تو هم آدم باشه درست رفتار کن. حالا وایسا، امیدت به این زودیا ناامید نشه. آره امیدمون باید به خدا باشه. منم زنگ زدم به ناصر، هرچی از دهنم در اومد بارش کردم، یه جوری باهاش حرف زدم که یا دجله رو برمی‌داره از این خونه میبره یا اینکه سرشو دیگه نمیتونه بالا بیاره. مردیشو زیر سوال بردم مادر جون. اوه، تو بخوای به ناصر امیدوار باشی یا هر وقت از آسمون برف قرمز بارید اون وقت تو هم به خواستت میرسی. ای بابا مادر، یک کلمه حرف خیر از دهنت نشنیدم. خب حرف خوب بزنی چی میشه؟ همش مثل نوحه خونا نوحه میخونی. بس کن دیگه. ای خدا توبه. اگه میتونستم الان یه آرزو کنم، میخواستم باورم کنی، منو ببخشی. اول مامانم، بعدم تو رو از دست دادم. زندگی دیگه برام معنی نداره. خداحافظ. اون در آبیه خانم آقا. باشه. گرسنت شده؟ ها؟ ما به فکر خودمون بودیم، تو رو یادمون رفت. ای قربونت برم پسرم.
خلیل اومد. بفرمایید. چی کار میکنی؟ دستمو ول کن. چی کار دیوونه شدی؟ چی کار داری میکنی؟ با من میای امارت. چرا؟ برای چی آخه؟ منو کجا میبرین؟ ولم کن. لیلا، سلین زنگ بزن پلیس. سریع زنگ بزن. الو پلیس، دوستمو دارن میبرن، یعنی دارن میدوزنش. زود باشین لطفا، دارن میبرنش. منو کجا میبرین؟ نگه دارین این ماشینو. آروم باش دخترم، نیت ما بد نیست. نوه من تو شکمته. یکم مهمونمونی بعد میری. جیلان نپریم. یکی بره بالا. برات متاسفم جیلان. دیگه نه به چشمم نه تو دلم جایی نداری. از من دور شو. قدیر، به حرفم گوش کن. میگم تو رو خدا من گناهی ندارم. داری ناحقی میکنی. تو رو خدا قدیر نرو. اگه میتونستم الان یه آرزو کنم، میخواستم باورم کنی، منو ببخشی. اول مامانم، بعدم تو رو از دست دادم. زندگی دیگه برام معنی نداره. خداحافظ. بله عزت الدین. آقا قدیر، زود باشین بیاین هتل. زود باشین. آروم باش ببینم. آروم باش، بگو چی شده. آقا قدیر، جیلان خانم رو پشت بوم انگار میخواد بپره. زود باشین. چی شده؟ باز دوباره کجا میری؟ میرم نفس امین علی رو ببرم. تو چی میگی دختر؟ من میرم کاراگل. برو امین علی رو پیدا کن. بهش بگو دجله اونجا منتظرته. بگو میخواد یه چیزایی مهمی رو بهت بگه. وای خدا، آخه تو چی میگی دختر؟ تو میخوای به من یاد بدی چی بگم چی نگم؟ بچه پر رو. جای تو بودم
میگفت گوش میکردم. حالا که همینجا خلوته باید تمومش کنم. این فقط کار خودمه بی‌ناز. بشین و تماشا کن. چی داری میگی دختر؟ چرت و پرت نگو. برای خودم این کارو میکنم. برای تو. برای نجات زندگی دیار این کارو میکنم. پس برو خودت بگو. خودت تو را بهش زنگ بزن. تو هم شریک جرمم میشی. تو میگی من کشتمش بی‌ناز. جواب بده دیگه جیلان. جواب بده، تو رو خدا جواب بده. خدای خودت کمک کن. خامو، صدای این زنرم دیگه ببریم. گلبهار رو میگین؟ آره گلبهار. درد سر میشه برامون. بروی چشم، هرچی شما بخوان. شب کارشو تموم کن. فقط قبل کشتن به من زنگ بزن. من بهت میگم چی رو چی کار کنی. زندش که به درد نخورد، لاغر مردش بخوره. چوهاندش. امین علی، کجایی تو دختر؟ ها؟ بودو برام قهوه درست کن. من بعد هر صبح قبل از اینکه من بخوام قهوه‌مو میاری اینجا. اونم با شکر زیاد باشه؟ بودو بودو بودو. الان قهوه رو ول کن بابا. دجله منتظرته. دجله؟ کجاست، تو اتاقشه؟ نه دیگه نه اونقدر. اون میترسه اینجا گیر بیفته. رفت کارا گل گفت بگو پشت من بیاد. آره، تنهایی هم دیگه رو ببینیم، تک و تنها. پس قهوه رو اومدم میخورم باشه؟ ای توپاچ، چی کار کردن با تو؟ غذا بهت میدن؟ لیلا بیا 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 ببینم پسر. بیا تو توپاچ. لیلا بدو. لیلا کجاست پسرم؟ لیلا لیلا لیلا
کجایی لیلا؟ هیچی از این حرفاتون نمیفهمم. نمیتونین منو به زور جایی ببریم مگه سر گردن است. تلفنمو بده، بهت میگم بده. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. لطفاً پس از صدای بوم پیغام بگذارید. کجایی تو لیلا؟ کجایی؟ چی کار میکنین؟ این کارتون جرمه. میشنوی؟ پلیس رو برگردونین. نتونستین منو صدا کنین. ولم کنین، تو رو خدا ولم کنین لعنتیا. لیلا این دیگه چه وضعشه؟ برای چی این کارا رو میکنین؟ لیلا منو ببخش لیلا، تو رو خدا. چی میگی سلین؟ ولم کنین لیلا. ای خدا. جیلان! دیوونه بازی در نیاری یا؟ میشنوی چی میگم؟ صبر کن الان میام بالا پیشه. الو رستم، لیلا نیست. آدمامون رو جمع کن ترمینال. تاکسیا همه جا رو بگردین. خارج شهر آدم بذار. کل ماشینا رو بگردین. منم دارم میرم فرودگاه. دقیقه به دقیقه به من گزارش بده رستم. پس اتاق خوابمون اینجاست دجله. شب آخر مجردین با تو میگذره است. من بعد هر کاری که من بخوام میکنی دجله، باشه؟ من بعد حرف منه. از این به بعد کنیزم میشی دجله. کنیز من میشی دجله. کنیز. از این به بعد تو کنیز منی دجله. کنیز من میشی. کنیزم میشی. میخواین ما رو اینجا زندونی کنین ها؟ تا کی میخواین نگهمون دارین؟ خواهر ببینین به پلیس خبر دادم. اگه عرضه دارین جونتون رو نجات بدین. خواهر آروم باشین، صبر کنین. خانم آقا میاد باهاتون حرف میزنه. مرد شور خانم آقا تو ببرن. عزیزم خوبی؟ سلین نابود شدم.
نابود شدم. خلیل، به خلیل خبر دادی؟ نه نتونستم، نمیدونستم چی بگم. بره خونه ببینه نیستیم، نگرانی دیوونه میشه. خدا لعنتشون کنه، خدا لعنتت کنه. نمیفهمم این زنه از کجا فهمیده من حاملم. لیلا، من گفتم. منو ببخش، من گفتم. چی رو تو گفتی؟ وقتی از خونه بیرونم کردی، داد و بیداد کردی، این کارو کردم. خیلی معذرت میخوام. چی داری میگی سلین؟ نمیدونستم اینطوری میشه. چی میگی تو؟ چی میگی لعنتی؟ نمیدونستم لیلا، نمیدونستم. لیلا خیلی عذر میخوام. لیلا تو رو خدا. لیلا 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 جیلان بیا این طرف. قربونت برم، منو نترسون. جیلان دستتو بده به من. تو منو نمیبخشی که. جیلان من تو رو بخشیدمت. جیلان به من نگاه کن، تو چشام نگاه کن گلم. بیا این طرف، تو رو خدا این کارو با من نکن. جیلان بیا دیگه. داری دروغ میگی. جیلان دروغ نمیگم، منو ببین. پایینو نگاه نکن، منو نگاه کن. همه چی تموم شد. جیلان نه. باشه نمیاد. نه. جیلان باشه عزیزم. خیلی خوب تموم شد. برو. من بخشیدمت جیلان. همه چی تموم شد. مامانم نیست. جیلان تو هم بلم کردی. لیلا عزیزم، خوبی؟ لیلا جونم، برو از اینجا، برو. در رو باز کنین، ما رو بیارین بیرون. میشنوین؟ اینجا چه خبره؟ میگم باز کنین. کمک! مادر جون اینجا چه خبره؟ از جلوی دست و پا برو اونور. زن داداش چه خبره؟ کیه داره داد میزنه؟ از کجا بدونم دیار جون؟ خونه بی سر و سامون شده. لیلا منو ببخش، تو رو خدا. لیلا. سلین از اینجا گم شو، برو. نمیخوام صداتو بشنوم، بهم دست نزن. برو. چه خبره؟ چرا آشوب به پا کردین؟ لیلا غش کرد. چی شده دخترم؟ حالت خوبه؟ خیلی خوبم. معلوم نیست منو دزدیدین، زندونی کردین، اینجا احوالمو میپرسی؟ ببین دخترم، من که نیت بدی نسبت به تو ندارم. نوه من تو شکمته، به یه تار موشم آسیب نمیرسه. تو روز روشن منو برداشتین از خونم آوردین اینجا حبسم کردین. اینا آسیب نیست اسمش. وقتی نوه من تو شکمته و بخوای با خلیل عروسی کنی، روزگارت همینه. وایسا ببینم داری کجا میری؟ نمیتونی منو اینجا حبس کنی. وقتی که بچه به دنیا اومد هر جا خواستی برو.
در مورد تو هم دختر، هر وقت هر جا خواستی بری بگو جلیل خودش میبرتت. لیلا مامان ببینم چی شده، تو اون اتاق کیه؟ شب برای همتون توضیح میدم. مهمون داریم. باشه اما این چه جور مهمونیه؟ گفتم که میگم اینقدر تو کارم دخالت نکنید، به کار زندگیتون برسید. خدایا باورم نمیشه، این دیگه چه مسخره بازی. لیلا من میارمت بیرون، قول میدم. چی میگی؟ چطوری میاری بیرون؟ من خرابش کردم، خودم هم درستش چیه کردم. درست میکنی سلی؟ میگم دروغ گفتم، میگم بچه از عمر نیست، از خلیله. بعد میرم با خلیل حرف میزنم، همه چی رو حل میکنم. نه مبادا این کارو بکنی. یا دیوونه شدی تو؟ به اندازه کافی برای اون دردسر شدم. نمیدونی به خاطر من چقدر سختی کشیده؟ بازم میگم اونه. لیلا نکن، اینطوری نکن، تو رو خدا. انتظار داری با چه جوری حرف بزنم؟ به نظرم همین الان از اینجا برو. تو به هیچکی هیچی نگو، ازت هیچی نمیخوام. خودم میدونم چی کار کنم. فقط به مامانم زنگ بزن بگو نیاد. فقط یه چیزی بهش بگو که بلند نشه بیاد اینجا. لیلا میگم اشتباهمو جبران میکنم، من خرابش کردم، بذار خودم درستش کنم، بذار کنارت باشم، تو رو خدا. سلین برو، لطفاً برو. یکم آرام بخت زدم تا بخوابین استراحت کنین. خیلی ممنون آقای دکتر. خواهش میکنم. آی دجله همش دنبال راز و ماجراجویی هستی. با هم تنها باشین؟ آفرین دختر، این همه وقت مقاومت کردی، اونم بی خودی. گفتم که تو اول و آخر مال منی دختر. دختر تو دیوونه شدی؟ اسلحه رو بیار پایین. چی کار میکنی؟ جلوتر نیا، همونجا وایسا. دجله خدایی نکرده مسخره بازی در نیار. اسلحه رو بیار پایین. میخوای منو بکشی؟ تو رو میکشم، این دنیا رو از شر یک کثافت خلاص میکنم. باشه بابا، خیلی ترسیدم. باشه دیگه بهت کاری ندارم. باشه کشش نره. اسلحه رو بیار پایین، اسلحه رو ببر اونور. برو اونجا، میگم برو. باشه ترسیده، معلومه که باید بترسی. باشه دجله باشه. ببین تو دلت نمیاد. دیار چی میشه دجله؟ دیار چی میشه؟ تازه دیروز عروسی کردیم، بیوه میشه دختره. تو میخوای قاتل بشی؟ میخوای تو زندون بپوسی؟ نکن تو رو خدا، نکن. یکم فکر کن. خفه شو، دهنتو ببند. دنیا رو از شر یک کثافت خلاص میکنم، هم من هم دیار خلاص میشیم. تا همینجا بس امین علی. اسلحه رو بیار پایین. اسلحه رو بیار پایین. غلط میکنی بزنی. اسلحه تو بنداز. بودو دیگه، بودو بزن. میخوای خودتو بی آبرو کنی؟ چی میخوای به مردم بگی دجله؟ چی میگی؟ میگی دوست پسرم بود، درد سر شد برام زدمش. حال میخوای اینو به مردم بگی؟ دختر من مصیبت تو هم، من تاوان تو هم. باید منو بکشی. دجله به این راحتی ها نیست. اگه تونستی بزن. تو اینطوری فکر کن. این واسه من. این واسه نابود کردن زندگی دیار. این واسه شوهرم. اینم واسه این که بمیری.
دیگه واسه کسی درد سر درست نکنی. دجله مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. کجایی لیلا؟ کجایی؟ بگو رستم. خان ترمینالو دیدم، تو خروجی هم همه آدمامونو گذاشتم اما هیچ خبری نیست. ادامه بده رستم، بگردین. خدای خواهش میکنم کمک کن. من نمیتونم اینجا بمونم. بچه‌مو ازم میگیرن خدا. خواهش میکنم خدا. بیا تو. خانم آقا، اون یکی خانم دکتر میخواد بره. قبلش میخواد با شما حرف بزنه اگه اجازه بدین. بگو بیاد. ببینی روده درازی نمی کنم. اشتباه از من بوده. بچه از عمر نیست. لیلا به من نگفت چی بین اون و خلیل گذشته. من اشتباه فهمیدم. ببخشید شمارم به اشتباه انداختم. جدی میگی؟ بله. خواهش میکنم باور کنی. به خاطر اینکه من مسبب این همه آشوب شدم خیلی احساس بدی دارم. دخترم، من دکتر نیستم. شماها دکترین. بابا یه بچه با یه آزمایش معلوم میشه. تو اینطوری بگی یا نگی فایده ای نداره. باشه اما الان نمیتونین آزمایش بگیرین. زندونی کردن لیلا هم جرم بزرگیه. کی میخواد ثابت کنه جرمه؟ دخترم تو بزویا رو نشناختی. اون بچه تو این خونه بزرگ میشه. اون نوه منه. دوستتم اگه بخواد میتونه بمونه و بچهشو بزرگ کنه. اگه هم نخواست بره. انگار شما به من گوش نمیدین. بهتون میگم نوه شما نیست. اون بچه یه لیلا و خلیله. پس خلیل بیاد بگه من بابای بچه هستم. منم اون موقع دختره رو ول میکنم. اما بعد از تولدم آزمایشو میگیریم. میبینمتون. ولی این کار اینجا تموم نمیشه. الو رستم، خبری هست؟ سلام خان. نه خبری نیست. هنوز دنبالشیم. تو فرودگام نیست. آخرین هواپیمام رفته. بلیتم نگرفتن. پس هنوز تو شهرن. همه جا رو بگردین. هتل ها، رستوران ها، همه جا رو بگردین. به هم خبر بدین. لیلا، لیلا کجایی عزیز من؟ کجایی؟ آخه کجا رفتی؟ میبینی نه؟ بچه ها منو نمیبینن. داداشش میگه میگیرم، خواهرشم تشویقش میکنه. این دجله قد جوجه عقل نداره. والا بلا قد جوجه عقل نداره. خانم دکتر، خانم دکتر چی داره این خانم دکتر اینقدر دنبالشن؟ سلطان به خدا این کار نمیشه. قلب من طاقت نمیاره. مادر ببین، خلیل به شما گوش نمیده. لج و لج بازی میشه. شاید دختر خوب بود. شاید کنار اومدین. اینا همه دیوونه شدن. برو سلطان، برو سر کارت. دیوونه شده. کنار بیای. دیوونه شدین همتون.
بچه هایی که تو دامنت بزرگ کردی دارن رو تو زمین میندازن فیدان. پس تو خطا کردی، همه رو سوار خودت کردی، همه رو. حیف زحمتایی که واسه شما کشیدم. خدایا خودت منو ببخش. میگم بچه از عمر نیست، از خلیله. بعد میرم با خلیل حرف میزنم، همه چی رو حل میکنم. نه مبادا این کارو بکنی. یا دیوونه شدی تو؟ به اندازه کافی واسه خلیل دردسر شدم. نمیدونی به خاطر من چه سختیایی کشیده. الو جلیل، کجایی؟ خونم خان، خیر باشه. بیا هتل، من هتلم. یه کاری هست باید حلش کنیم. معطل نکن، زود بیا. رو چشم خان، الان میام. جلیل وایسا، حرفتو تموم کن بعد برو. این دکتره رو واسه چی آوردین خونه؟ دختره تو اتاق مهمونه دیگه. فهمیدیم قراره با خلیل عروسی کنه، دستشو گرفتیم آوردیمش. ای وای، طرف دکتره، نمیشه که زندونیش کرد. قیامت به پا میشه به خدا. والا اگه خلیل بشنوه این خونه رو سرمون خراب میکنه. این قریشام که هرچی پیرتر میشه دیوونه تر میشه. تو رو خدا ببین آخه این کاره. بذار ببینم خلیل خبر داره چیه. دختره از عمر حامله است. حامله، بله. وای چه مصیبتی. همه چی حسابی به هم ریخته. همینه، تو به کسی چیزی نگو، برو به کارت برس. دختر تو کجایی آخه؟ نمیتونم پامو از این خونه بذارم بیرون؟ زود پشت سر من غیب میشی. آره آخه من شب خواب بد دیدم، برای همین رفتم زیارتگاه که یکم دعا کنم. باشه، خیره انشالله. بیا اینا رو جابجا کن. خانم آقا اومده. اگه فهمیده باشه نیستی نشونت میده زیارتگاه یعنی چی. کجا میتونه بره این دختره؟ کجا؟ مادر، اگه کار تو باشه. سلام، من دیارم. ببینم شما کی هستی؟ دیار، منم لیلام، دکتر لیلا. اومده بودم تولدت، یادته؟ بله، آبجی لیلا. خب مامانم چرا شما رو زندونی کرده؟ دیار، خواهش میکنم منو آزاد کن از اینجا. خواهش میکنم درو باز کن، ببین کلید اونجاست، لطفاً درو باز کن. نه اینجا کلیدی نیست، ولی آبجی امینه حتما داره. آبجی لیلا یه لحظه صبر کن، سر صدام نکن، من میرم پیداش میکنم و میام. باشه منتظرتم. دجله خوش اومدی.
یه دقیقه بیا بالا ببینم. آبجی امینه، من یه دقیقه میرم بالا، کار دارم. زن داداش، از این به بعد همه چی درست میشه، نگران نباش. زن داداش میام پیشت، صبر کن باشه. دجله دخترم، تو حالت خوبه؟ خوبم مادر. صورتت به هم ریخته است. سرش گیج میره خانم آقا، باید یکم استراحت کنه. برم بخوابونمش. حالا اینم میخواد تا شب کلی قر بزنه، اما یه کارش میکنم. دخترم دیوونه نشو، چه کلیدی؟ خانم آقا میکشتمون. میخوام با آبجی لیلا حرف بزنم. خب مگه چیه؟ والا دیار منو قاطی این کارا نکن. برو از خانم آقا بخوا. اگه کلیدو داد میری حرف میزنی دیگه. چی شده؟ دیار چی میخواد؟ ماما، چرا آبجی لیلا رو تو اتاق حبس کردی؟ واسه چی آخه؟ به تو چه؟ تو کارم دخالت نکن، شب میفهمی. خب مامان، اینجا که سر گردنه نیست. از این دختری چی میخوای؟ به تو باید جواب بدم. الله اکبر، یه چیزی میدونم. چیو میدونی؟ داداشم از این مسخره بازی ها خبر داره؟ مسخره بازی؟ هر کدوم هر بلایی که سرم آوردین کم نبود، وایستادی سوال و جواب هم میکنی. برو تو اتاقت. تموم شد. دجله، کشتمش. امین علی رو کشتم. قربونت برم، اینقدر نگو کشتم. دیوار گوش داره. دنیا از شریه کثافت خلاص شد. همه خلاص شدن. دیارم نجات پیدا کرد. دجله مبادا به دیار بگی چی کار کردی. خب باشه خوبم. برو سر کارت. جلیل، فردا برای جیلان بلیت هواپیمای استانبول بگیر. دفترچه حساب بهش بده. بعد رقش کن. مطمئن شو که صحیح و سالم سوار شده. به شرکت استانبول بگو بیان دنبالش ببرنش خونش. رو چشم خان. اگه بخواد تو رو ببینه؟ اگه خواست منو ببینه بگو خان نیست. بگو کار داشت. بگذاریم. از خونه چه خبر؟ همه چی رو به راهه؟ تو چرا همش خونه ای جلیل؟ مادرم باز داره کاری میکنه؟ نه خانم، ما بیا خودشه. باشه، تو برو به کارت برس. بله مادر. پسرم قدیر، صبح زود بدون خبر کجا گذاشتی و رفتی؟ تو الان کجایی؟ شب میایی خونه عزیزم؟ شب میام مادر. خیر باشه، خبری شده؟ خبر که هست، اما خبر بدی نیست. پشت تلفنم نمیشه گفت. شب که اومدی خونه با هم حرف میزنیم. باش. امینه، یه سینی غذا آماده کن ببریم واسه دختره. نوام گشنه نمونه. چشم خانم آقا، همین الان. لیلا هم بهت زنگ میزنه خاله فضیلت. الان واسه این که عجله‌ای بود من بهتون زنگ زدم. چرا لیلا چیزیش بشه؟ ها؟ یادش رفته بابت کارای عروسی. گفتم که سمینار داره.
آره به محض اینکه اومد بیرون میگم زنگ بزنه. صبح زنگ زدن بدو رفت سمینار. آره میبوسمتون. بازم زنگ میزنم. خیالتون راحت خاله. خدایا این چه حماقتی بود کردم. چطوری لیلا رو نجات بدم؟ اینجا بگیرم بشینم؟ چی کار بکنم؟ یه حماقت دیگه نکن سلین، یه حماقت دیگه نکن. گفت زنگ نزن، صبر کن شاید همه چی درست بشه.